سرخط خبرها: تهدید طالبان به تاجیکستان، چرخبالها را برگردانید. رهایی 2 عضو حزب ممنوع نهضت اسلامی از شیزا و سوختن ارچه سالینوی باعث برکناری سردار اداره پلیس شد. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. من مولا رجب یوسفی مدتی 10 دقیقه در خدمت شما هستم. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان به 2 همسایه کشور افغانستان از جمله تاجیکستان هشدار داده است که هواپیماها و چرخبالهای افغانستان را که در پی سقوط حکومت پیشین به آن کشورها منتقل شدند برگردانند. مولوی محمد یعقوب پسر ملا عمر بنیادگذار حرکت طالبان افغانستان روز 11 ینور در جریان مشق‌های نیروهای هوایی افغانستان در کابل گفته است که تاجیکستان و ازبکستان نباید در این مورد صبر و تحمل افغانها را آزمایش کنند. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان افزوده است که اگر هواپیماها دوباره به افغانستان سپرده نشوند پیامدهای بد به همراه خواهد داشت، اما او جزئیات دیگری نداد که پیامدها چه خواهد بود. دوام 1 هفته اخیر بار دوم است که مقامات حکومت طالبان از دوشنبه و تاشکند چنین درخواست‌های را می‌کنند، اما تاجیکستان و ازبکستان به این طلب حاکمان نو در کابل به طور رسمی واکنش نشان ندادند. 2 عضو زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را پس از 2 ماه از حجره جریموی یا شیزای محبس شهر وحدت آزاد کردند. رحمت الله رجب و زبیدالله رازق ماه نوامبر سال گذشته با گناه نوشتن نامه بر رئیس جمهوری تاجیکستان و تقاضای بازبینی پروندهشان مجازات شدند. پیوندانشان رفتار مقامات را برقصدانه دانستند، ولی سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه ویران کردن ترتیب و نظام در زندان نامید. به قول ولامت ابراهیم زاده همسر رحمت الله رجب، شوهرش در صحبت تلفنی گفته است روز 9 ینور امسال از شیزا رها شدند. او 12 ینور به نقل از شوهرش گفت هر دو را آزاد کرده ولی به اتاقهای علاهیده بردند تا همدیگر را نبینند و صحبت نکنند. مسئولان زندان نو در شهر وحدت به تماسهای به تکرار ما پاسخ ندادند. کارمندان برخی از اداره‌های دولتی در تاجیکستان با وایه سوم واکسن ضد کووید 19 ام شدند. دفتر مطبوعات حکومت ناحیه اسماعیل سامانه شهر دوشنبه نوشته است روز 11 ینور کارمندان این نهاد بار سوم ضد کرونا ویروس واکسن گرفتند. به قول این نهاد هدف از این امگذرانی معتدل نگاه داشتن وضع بهداشتی سلامتی می باشد. مسئولین وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان میگویند به ستاد جمهوری مقابله با کووید 19 مراجعت کردند تا برای 3 بار ام کردن با واکسن ضد کرونا ویروس اجازت بدهد. نوروز جعفرов یک مسئول این وزارت روز 12 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت در صورت دریافت اجازه ستاد گروه‌های آسیب پذیر بار 3 واکسن میگیرند. به گروه‌های آسیب پذیر اساساً پزشکان، آموزگاران، پیرانسالان و کارمندان مقامات داخل می شوند. مقامات در حال به گذراندن 3 وایه واکسن آغاز می کنند که شتم نوی کرونا ویروس با نام اومیکرون کشورهای جهان را نگران کرده است. این نوع کرونا ویروس که سرعت پهنشویش نظر به شتم‌های قبلی با سرعت تر است، الکی در برخی از همسایه کشورهای تاجیکستان از جمله ازبکستان به قید گرفته شده است. سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه وخش ولایت ختلان و معاون او را برای پیشگیری نکردن از سوختار ارچه سالینوی از منصب راندند. قرار برکناری علیشیر نعمتزاده و سفر عبداللهف هفته گذشته صادر شد. ارچه سالینوی در ناحیه وخش روز 3 ینور سوخت. سببش را آتشبازی نابالغان نامیدند. منابع رادیو آزادی روز 11 ینور گفتند که سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه وخش و معاون او برای تأمین بی‌خطری در نزد ارچه نوبدار نگذاشتند و این کمبود جدی حساب می شود. علیشیر نعمتزاده در تماس تلفنی با سوال رادیو آزادی درباره برکناریش پاسخ نداد. نصرت الله محمودزاده از سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برکناری او را تصدیق کرد ولی گفت این تغییرات معمولی کادری بود. نوار سوختن ارچه در مرکز ناحیه وخش ولایت ختلان در شبکه‌های اجتماعی نشر شد و واکنش‌های زیاد را به بار آورد. بسیاری ها با دلیل اختلاف افراط‌گرایان با گذاشتن ارچه حدس زدند که احتمال کاری آنهاست. مقامات گفتند 3 کودک هنگام آتشبازی از بی احتیاطی این کار را کردند.
سیاره دشتی همسر فهیم دشتی سخنگوی جبهه مقاومت ملی و یکی از یاران رهبری جبهه احمد مسعود میگوید درباره شیوه قتل شوهرش و دست طالبان اطلاع دقیق دارد، ولی برتری می‌دهد که آن را بعداً در اختیار رسانه‌ها بگذارد. سیاره دشتی حالا با 3 فرزندش در آلبانیا زندگی می‌کند و قرار است در کانادا پناهنده شود. فهیم دشتی خبرنگار معروف که در تاجیکستان هم او را می‌شناختند، ماه سپتامبر هنگام حمله طالبان به ولایت پنجشیر افغانستان کشته شد. گزارش همکاران ما از بخش دری رادیوی آزادی را همکارم طاهر سفر تقدیم می‌کند. دقیق خبری که آمده از سختی‌های روزهای میگوید که در آلبانیا بدون همسرش سپری می‌کند، سختی‌هایی که فکر می‌کند گویا پایان ندارند. سیاره دشتی پس از 22 سال زندگی سال گذشته همسرش فهیم دشتی و برادرش گنرال عبدالودود ذره را در جنگ با طالبان از دست داد. او از آخرین دیدار با شوهرش میگوید 6 روز از طالبان گذشته بود که کابل گرفته بودن و ما همراهشان رفتم به پنجشیر، همراه برادرم و فهیم جان یک جای. به پنجشیر اینا را ما رساندم، چون موضوعی بود که اگر یک خانمی در موتر می بود ممانعت نبود، یعنی تلاشی و اینا نمیکردن طالبان. به مو خاطر در وقت آخری که اینا تصمیم گرفتن که ما باید بریم پنجشیر، ما گفتم که ما همراهتان میرم. خب هر دوش ممانعت نکردن، گفتن بریم. درباره قتل فهیم دشتی در نخستین روزهای حمله طالبان به پنجشیر روایت‌های گوناگون وجود دارد. صدیق الله توحیدی یکی از خویشان نزدیک و همکاران دشتی یکی از این روایت‌ها را میگوید. پاکستانی‌ها در لباس طالبان و در کنار طالبان بودند. اینا به یک خانه منتقل میشن، چند ساعت متواتر مورد بازجویی قرار میگیرن. در جریان بازجویی با مرمی شلیک میکنن به یکی از پایه‌های فهیم دشتی و او با دستمالی که همیشه با خود داشت پای خودش را میبنده. بعد اینا را میارن در کنار دریای پنجشیر پشت یک رستوران بهاریست به نام دریابار. در عقب از این رستوران و فاصله 100 تا 150 متری اینا را تیرباران میکنند. طالبان این ادعا را رد میکنند. سخنگویشان ذبیح الله مجاهد در پیام بر رادیو آزادی گفت که این ادعا حتی ارزش پاسخ دادن را ندارد. در این حال خود همین ذبیح الله مجاهد پس از قتل فهیم دشتی گفته بود که او در جریان درگیری بین فرماندهان نیروهای جبهه مقاومت ملی کشته شده است، ادعایی که جبهه مقاومت آن را بی اساس خوانده رد کرده است. همسر فهیم دشتی میگوید شماری از نهادها و سیاستمداران خارجی و حکومت فرانسه در تحقیق شیوه قتل شوهر و برادرش همکاری کردند، هرچند گفته او از طرف نهادهای مستقل یا حکومت فرانسه تصدیق نشده است. سیاره دشتی میگوید فرصتی آن نرسیده است که اطلاع دقیق درباره مرگ همسرش را در اختیار رسانه‌ها گذارد. سیاره دشتی با 2 دختر و یک پسرش 10 روز بعد از گرفتن حکومت از طرف طالبان به پاکستان رفتند. بعد رسیدن به پاکستان برادرزاده‌اش با او خبری مرگ همسر و برادرش را رسانیده است. فهیم دشتی که سخنگوی جبهه مقاومت ملی در افغانستان بود روز 5 سپتامبر در جریان حمله‌های طالبان به دره پنجشیر کشته شد. گزارش کامل در وبسایت و صفحه‌های رادیوی آزادی در فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب نشر می شود. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 12 ژانویه را فرا می گیرد. 12 январи соли 2004 Сергей Бисараб, роҳиби калисои баптистӣ кушта шуд. ин куштор дар дохили ибодатгоҳе дар Исфара баъди анҷоми намоз рух дод. ин ҳодиса дар ҳоле буд ки соли 2000 дар Душанбе калисои Сонмин таркид ва мақомот бар хилофи фарзияи ин ки кори дасти афроди тундраву ифротгаро будааст гуфтанд сабабаш ангезаҳои маишӣ дорад. тасдиқи дурустии ин хулосаҳо бо сабаби пинҳон будани тафтишот имкон надорад. 12 январи соли 2017 раҳбари собиқадори шаҳри Душанбе Маҳмадсаид Убайдуллоев як ҳамсафи деринаи президенти Тоҷикистон
بعد 19 سال کار از مقام برکنار و به جای او پسر امام علی رحمان رستم امام علی تعیین شد. این حادثه انتقادی مخالفان و هم حامیان حقوق را به بار آورد، ولی مقامات دولتی تعیین او را قانونی دانستند. حکومت امام علی رحمان برای حرکت به سمت حکومت خانوادگی مورد انتقاد می باشد. 12 ینور سال 2009 وزارت معارف تاجیکستان خبر داد که تحصیل 11 ساله در مکتب‌های میانه تاجیکستان برای تمام محصلین حتمی می شود. وزارت گفت که هدف نهایی این است که کودکان از مکتب نمانند و به خصوص شمار دخترانی که با سبب‌های مختلف تحصیل را تا آخر نمی رسانند کم نشود. وزیر عبدالجبار آن وقت گفت سال 2008 27,000 دختر از تحصیل در صنف‌های بالای کنار ماندند و این برابر با اهالی یک ناحیه تاجیکستان می باشد. قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانه کم بلند شده، ارزش دلار باشد به تغییر مانده است. حالا در بانک‌های تاجیکستان 1000 روبل روسی را به 150 سوم و 70 درم عوض می‌کنند. 100 دلار آمریکایی باشد به 1130 سومانی برابر است. بیننده گرامی، تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. فردا در همین وقت و ساعت شما را منتظریم.